شالو میرزویوا از نویه جیهون 42 سال و 5 فرزند دارد و در یک خانه اجاره می نشیند. از 5 فرزند شالو میرزویوا دویش مایوبند. دختری که 18 سال دارد در روی اروبچه مایوبی است و یک پسرش نوشونوست. باز یک پسر خردسال شالو میرزویوا علاقه چند بار جراحی شده و باز به دست کم 3 جراحی نیاز دارد. شالو میرزویوا در ویدیویی که سازمان خیریه بهار کودکان نشر کرده است با گریه و ناله و خیلی پراحساس از شرایط سخت زندگیش قصه میکند. سلام علیکم برادرو، اکو، خواهرو، دادرو. من مادری 5 فرزند به شوهر. این دخترک مایک، این بچم ناشنوا، نابینا. اینش هم ای طرف مردونگیش 3-4 اپراسیون دارم. این دختر ما یک بار اپراسیون کردم دیگه زورم نرسید. التماس از شما همچون مادری تنها خواهش میکنم به ما دستی کمک دراز کنید، یاردم میکنید این فرزندام جمع گیر کنم. در خانه مردم شیشتگی 6 ماه پول اجاره ندادم. همین بچه حکومه با پا بخیرم. دخترکم 18 ساله امروهایی را میبینم من خونی جگر میشه. التماس از شما خواهش میکنم همچون مادر، همچون اپا، همچون خواهر به ما دستی یاری دراز کنید، کمکم کنید. اقلا فرزندم با پا بخیزونم. بله سو میبرم میگن شفا میوانه که یه بار 2 بار میبرم دیگه زورم نمیرسه برای طبابت کردن شد. این بچه من 1 سال پیش اپراسیون کردم، با 3 اپراسیون دیگه داره دیگه زورم نمیرسه که اقلم برم 1 بار نشانش بدم. هر سحر میخیزه میگه درد میکنه و چه درد میکنه، نمیدونم کجا برم، پیش کی برم، درد ما با کی بگم. التماس از شما همچون مادر خواهش میکنم به همین دخترم به فرزندم دستی کمکی خدا دراز کنید. کمکتونه دریغ نداره، شرایطی نداره. همه خانوم خنک، یک خانه گرنور مینم، 5 فرزند قطعی ده همین درو. مکتب نمیرون، لباسی حلال ندارن، یه روز میرون یه روز نمیرون. پیش کی داد بگم نمیدونم. دخترم 18 ساله. التماس برادرم به ما دستی کمکی خدا دراز کنید. این مادر از هموطنان دست بخیر خواهش دارد که بی‌طرف نباشند و به او برای طبابت فرزندانش دست کمک خود را دریغ ندارند. از آنهایی که امکان کمک مالیوی را به این خانواده محتاج ندارند خواهش کرده می شود که در حق آنها دعا کنید و این ویدیو را به دیگران روان کنید و در این عمل خیر و ثواب امرو شوید. آنهایی که می خواهند به شالو میرزویوا و فرزندانش کمک برسانند می توانند به این حساب‌ها کمک خود را انتقال دهند. تلفن شالو میرزویوا 992 990 2291 22